ابر پرباران باید ببارد. فرق نمیکنه که آیا درختها تشنه هستند یا نه، باید ببارد. باید که خودش را خالی کنه، بار شادمانی را بر زمین بگذار و او را میان همه تقسیم کن. ابر پرباران اگر نباره میمیره، رسالتی باریده است، بیان که منتظر بمونی بدانه که کدام درخت تشنه است و کدام نیست. جهان برای او حساب و کتاب نداره. ابر تنها میفهمه که باید خالی شود، باید سبک شود، باید آنچه در دل داره زمین بسپاره. این صدای طبیعت است که میدونیم هیچ چیزی ساخته نشده و در خود بماند. ما انسان هم گاهی درست شبیه ابر پرباران میشیم. به درونمان انباشته از نور، شور، اشتیاق، مهر و حتی غم داریم، اما سالها او را نگه میداریم بیان که جاریش را کنیم. تصور میکنیم باید موقع مناسب پیدا شود، مخاطر درست پیدا شود، یا کسی باشه که تشنه‌اش باشه. اما حقیقتی است که اگر نریزی، اگر جاری نشوی، سنگین میمانی و این سنگینی تو را از پا میندازد. بار شادمانی هم همین است. شادی اگر در دل بمانه پژمرده میشه، باید به زمینش بگذاری، باید توزیعش کنی، باید بگذاری که مسیر دیگران جاری شود. شاید کسی که شادی تو را دریافت میکنه اصلا انتظار نداشته باشه یا خودش را لایقش نداره، اما جهان با همین بخششهای بیشتر نفس میکشه. شادی تنها وقتی جان میگیره که از تو عبور کنه تا به دیگری برسه. پس بار شادمانی خودت رو ایمان مثل ابر بدون شرط و شروط و بدون محاسبه به بار خودت را خالی کنی از زیبایی هایی که در دل نگه داشته ای. سهم هر کس هر قدر که باشه مهم نیست، مهم این است که تو جریان یافته‌ای که سبک شدی، تو از سنگینی نوالیدن رها گشته‌ای. جهان به همین نورها زنده است، نوری که از تو آغاز می‌شود و در دیگری ادامه پیدا می‌کند.